من مادرم یه روزی دید سر ماجرای ما حالمون خوب نیست، دست منو گرفتن، گفتش که هر جا گیر کردی تو زندگیت از قول ما 10 بار بگو یا فتا. وقتی مادر ما این حرف به ما زد، ما مثل خیلی چیزای دیگه جدی نگرفتیم. تا یه روزی ما اینجا گیر کردیم، یعنی در ته انسان لش ازگل بودم اون لحظه. میکنم به آسمون گفتم خدای ما که حالا خیلی درست حسابی اعتقادی و مذهبی با تو نبودیم، حالا اگه میتونی درستش بگو یا فتا. گفتم اگه واقعا مادر ما راست میگه این کار درست کن. من 10 بار گفتم یا فتا، جوری کنفیکون شد تا دنیا اون سکانس یادم نمیاد. احساس میکنم باید کمتر خرجش کنم یا فتا. 10میو میگی یا اینجای چشه ناخودآگاه اشک جمع میشه و میفهمی که چجوری این دل آروم